من با بله. اجازه شما سخنرانی خودم رو شروع میکنم. خدمتتون بگم امروز ما یه سخنرانی داریم واقعا خیلی شگفت انگیزترین و مهمترین پیشرفت های پزشکی است که واقعا انقلابی در درمان و در ترمیم انساج از دست رفته به وجود میاره و عمر انسان رو خیلی خیلی بیشتر میکنه و اون استمسل یا سلول های بنیادی، به فارسی بخوام بگم میگن بنیاخته، یاخته ترجمه فارسی سلول هست. حالا ببینیم که من برای که این رو، اولا این خیلی پیچیده است، من سعی میکنم خیلی خیلی ساده صحبت کنم که مورد استفاده همه قرار بگیره. اول بگیم که خود یاخته، خود سلول چیه؟ یک سلول عادی چی هست؟ سلول عادی یعنی همون یاخته کوچکترین واحد حیات هست. کوچکترین واحد حیات. تمام انساج بدن، اعضا، با همه چی، مال تمام جاندارها از چی درست شده؟ از سلول. یعنی عین یه ساختمونیه که شما با آجر ساختی، این آجرها رو بغل هم میذارن، اون ساختمون درست میشه. اما توجه کنید، شکل این یاخته ها، سلول ها فرق داره با هم. یعنی یه سلول پوستی با یه سلول مخاطی، با یه سلول کبد، با یه سلول نورون مغز، اینها هم شکلشون فرق داره، هم اندازهشون فرق داره، هم وظایفشون فرق داره. من یادم سال دوم دانشگاه که بودیم یه امتحانی داشتیم، آقای دکتر صادقی هم خوب میدونن، بافت‌شناسی عملی. یعنی بافت های مختلف، یعنی سلول های مختلف رو به ما میداد، روی یه لامه مخصوصی بود میدادن، ما باید زیر میکروسکوپ بگیم آقا این پوسته، این استخوانه. امتحانش هم مثلا 3 تا 4 تا از اینا میدادن، بعد درست بگیم. یعنی باید زیر میکروسکوپ میشناختیم که مثلا این سلول خونیه. خدمتتون بگم که خیلی مهم بود. و یکی دیگه ای که ببینین، سلول پوستی وقتی زیاد میشه فقط پوست درست میکنه. استخون فقط استخون درست میکنه. کبد فقط، مغز، نورونا خود، یعنی چیز دیگه درست نمیکنن. حتی خدای نکرده اگر سرطانی، مثلا یه خانومی خدای نکرده سرطان سینه داره، اگر این سرطان سینه متاستاز بده، متاستاز یعنی چی؟ یعنی دستاندازی، یعنی ریشه دووندن به جای دیگه. معمولا سرطان سینه به ریه دستاندازی میکنه. اینو بهتون بگم، اون توموری که، غده‌ای که توی، خدمتتون میگم، ریه به وجود میاد، سلولاش چیه؟ سلولای سینه. سلول های ریه نیستن. یا مثلا آقای بایدن که الان تشخیص دادن که، خدمتتون بگم که سرطان پروستات داره، پیشرفتم هست، زده به استخونش، توی استخوان توموری که هست چیه؟ سلولای پروستاتیه.
پروستاته. برای همین میفهمن که این از کجا چیز کرده، از کجا این دست اندازی کرده، از همین جا میفهم. اما سلول های بنیادی بزرگترین فرقشون اینه که اولا خیلی زود تکثیر میشن، خیلی زیاد میشن. دوم اینه که اینها قدرتی دارن به هر بافتی تبدیل میشن. عین چی؟ عین موقعی که لقاح بین یک اسپرماتوزوئید مرد با یک تخمک زن اینها با هم ترکیب میشن، لقاح صورت میگیره. این یه سلول شما ببینید چی کار میکنه. چشم رو درست میکنه، گوش رو درست میکنه، مغز رو درست میکنه. همون یه سلوله ها، ولی این قدرت و تواناییش زیاده به تبدیل تمام انساج، تمام بدن. این رو دانشمندا از این بول گرفتن، گفتن که ما پس میتونیم اگر که سلول های جنینی داشته باشیم خیلی کارا بکنیم، چون به همه چی تبدیل میشه دیگه، به همه چی تبدیل. اینها کشف کردن که بهترین سلول های بنیادی منبعش یه جنین 3 تا 5 روزه است. یه جنین 3 تا 5 روزه یعنی وقتی لقاح صورت بگیره 3 روز بعد یا 5 روز بعد این حدود 100 تا 150 تا سلول میشه. همشون سلول های چی هن؟ بنیادی هن. یعنی همه اینا تبدیل میشن به هر چی شما دلت بخواد. اون وقت اینا رو بیان ببرن، مثلا یکی سکته کرده، سکته میدونی سکته قلبی یعنی چی؟ یعنی خون به هر جا نرسه اون عضو چیکو بکنه؟ سکته بکنه. خدمتتون بگم که وقتی کسی سکته میکنه اگه جای حساس قلب کار بیفته فوری میمیره، ولی اگر جای غیر حساس باشه اون قسمت چی میشه؟ سیاه میشه، یعنی میمیره، اون قسمت میمیره، اون قسمت میمیره. حالا اگر این سلول بنیادی رو بیان تزریق کنن در همون جایی که این از بین رفته، درست میکنه. یعنی خیلی خیلی چیز مهمی هست. البته 150 تا سلولی که نیست که، اعضای زیاد استفاده نمیتونن بکنن. باید چیکارش کنن؟ زیادش کنن. چجوری زیاد میکنن؟ کشت میدن. کجا کشت میدن؟ روی جنین موش. اینو میذارن رو جنین موش، این چی میشه؟ زیاد میشه. البته عمر موش انقدر، البته ممکنه چند دفعه این کارو بکنه که قابل ملاحظه باشه. این تعداد این سلول های جنینی خیلی خیلی چی بشه؟ زیاد بشه. اون وقت از اون استفاده میکنن. این از نظر اخلاقی، از نظر اخلاقی که بیان یک جنین 3-5 روز، اخلاقی و دینی، کاتولیکا مخصوصا خیلی مخالفت کردن. پاپ خیلی مخالفت کرده که مثلا این جنینو که زنده است، یه موجود زنده‌ایه، از رحم خانوما در بیارن. این چالش بزرگی هست برای این. اما یه چیزی بهتون دیگه بگم، این سلولای بنیادی جاهای دیگه هم پیدا میشن. یکی خون بندنافه، بندناف. یکی آب کیسه است. کیسه میدونی چیه شما؟ آب کیسه؟ بچه تو کیسه است.
از اون آب تغذیهش از اون آب است، از اون آب تغذیه میکنه. یک. دوم، اون آبه این بچه رو حفظ میکنه، جنین رو حفظ میکنه در مقابل ضربه ها. وقتی ضربه بخوره به مثلا شکمه یه خانم حامله، اون آبی که دور اینه حفظ میکنه که بچه چی بشه، یه وقت ناقص و اینا نشه. خدمت تو بگم که البته اینا پرتوانن. پرتوان یعنی چی؟ یعنی به هر سلولی تبدیل میشه، به هر سلولی. جنین دیگه عین سلول جنین. اما دانشمندان فهمیدن که در بعضی از انساج بدن هم این سلولا پیدا میشن. مثلا تو سلولای پوست هست، سلولای چربی هست، مغز استخوان داره. برای همین الان این چندین ساله که استفاده میکنن برای چی؟ برای بیماری های خدای نکرده لوسمی، سرطان خون. این رو مغز استخوان تزریق میکنن و این درمان میشه. حالا یه چیز دیگه، اخیراً یک پیشرفت عجیب غریبی شده که اتفاقا یه دانشمند ژاپنی که جایزه نوبل رم برد در سال 2012، این جایزه رو برد. میدونی چیکار کرد؟ این سلول معمولی رو مسیرش رو برگردون به عقب، برگردون به عقب، شد سلول جنینی. الان دارن روی این کار میکنن خیلی دیگه، از نظر اخلاقی و از نظر دینی و از نظر فلانی. نه، اسمش هم اون آقا اگه اشتباه نکنم شینیا بود، شینیا یادمه. آره، اون اختراع کرده بود و این کار کرد. اون وقت این سلول جوانی گفتم پرتوانن، ولی چند توان و کم توان هم داریم که اینا کن. حالا اینا به چه دردی میخورن؟ آقا در درمان بیشتر بیماری ها اینها معجزه میکنن. در اول بیماری های خونی، سرطان خون بیاد، بگم که تالاسمی بگو دیگه، براتون بگم که خدمتتون بگم بیماری قند نوع یک. قند دو جوره، حالا نمیخوام چیز بکنم. اینا بچه که به دنیا بیاد از اول سلولایی که انسولین بسازه نداره. چیکار میکنن؟ از این استفاده میکنن، انسولین ساز تو پانکراس میذارن و این چیکار میکنه؟ انسولین درست میکنه. بیماری های قلبی خدمت تو که گفتن، بیماری های عصبی. ببینید شما آلزایمر و پارکینسون اینا بیماری عصبی هست. و خدمتتون بگم که این چرا اینجا عصبی به وجود بیاد؟ برای اینکه سلول های مغز از بین میره. یعنی شما یه آدم آلزایمری مغزش یه مقدار زیادی سلول نداره. این سلول های بنیادی رو اگر که توی مغز بذارن، تمام اون سلول ها چیکار میکنه؟ درست میکنه. یعنی در بیماری های عصبی مغزی چیا هستن؟ آلزایمر هست، خدمتتون بگم که MS هست، پارکینسون هست. تمام اینا رو معالجه میکنه.
شما ببینید چه معجزاتی واقعا این سلول انجام میده. دوم، در ترمیم بافت‌های از بین رفته. یه نفر بدنش سوخته، یه مقداری سوخته، اینا میمیرن بیشتر اگر که زیاد باشه میمیرن. اینها رو میتونن نجات بدن با همین سلول‌های بنیادی، استم سل. با همینا میتونن نجات بدن، براشون پوست درست کنن، یعنی تمام بدنشون پوست بشه. این اهمیت واقعا سلول های چیزه. ولی یه چالش هایی هم داره. چالشش گفتم اول اخلاقی بود برای جنین، دوم خیلی گرون تمام میشه، پرهزینه میشه، حالا سوم خطر پس زدن داره، خطر پس زدن داره. اما اگر از خود بدن انسان اینا رو درست کنن، یعنی همون که گفتم ژاپنی درست کرده، پس نمیزنه، پس نمیزنه، چون مال خودشه دیگه، مال خودشه، پس نمیزنه. ولی مال کسی که بذارن ممکنه بد. یکی هم البته ببینین تمام اینا روی موش و خوک امتحان کردن ها. روی موش و خوک امتحان کردن. اینه که بعضی وقتا تومور هم پیدا میشه، یعنی اینها زیادی میشن و تومور. اینا رو همه رو پیدا. من خیال میکنم شاید بعد از 10 دهه شاید هم 2 دهه این به نتیجه برسه روی انسان بتونن این بکنن. الان کشورهایی که پیش رفتن در این کار، یکی امریکاست، یکی کره جنوبیه، یکی هم ژاپن هم. ایران هم اتفاقا پیشرفتایی کرده ها. من تحقیق کردم، یه پژوهشگاهی درست کردن به نام پژوهشگاه رویانی اسمشه. اینها دانشمندای ایرانی هم. ایرانی‌ها باهوشن بابا، ایرانی‌ها باهوشن. حیف که همه مهاجرت کردن اومدن اینجا. این همه با ایرانی باهوش داریم. واقعا خود امریکا شما میدونید چقدر دانشمند مهندسی داریم، دانشمند کامپیوتری داریم، پزشک داریم، پژوهشگر داریم، اقتصاددان داریم. اینا اگر که یه روزی برگردن ایران واقعا بهشت میشه. ایران واقعا بهشت میشه. خدمتتون بگم که یه چیز دیگه آسیبای نخاعیه. کسی که آسیب نخاعی داره فلج شده، آقا رو صندلی چرخدار همش باید بشه. اونم با همین چیکار میکنن؟ درستش میکنن. کلیه آقا، اینهایی که پیوند کلیه میخوان دیگه با همین کار کلیهش رو درست میشه دیگه، هیچ احتیاجی ندارم. من دیگه عرضی ندارم و خیلی خیلی خلاصه گفتم و ساده براتون گفتم. انشالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشید. خیلی خیلی متشکرم و ممنونیم. حالا از